درود بر شما، روز و روزگارتون الهی قشنگ باشه. عمو کوروش قصه گو قربون تک تک شما بره جانم. خب بچه‌ها، بزرگترا خوبان، داریم افسانه بهرام و شاهزاده مارها رو میگیم، چون این افسانه طولانی و مثل همه قصه ها پر از حرف و آموزش و پنده واسه ما. زودی میرم سراغ قصه. به نام خدای مهربون، یکی بود یکی نبود، زیر گنبد کبود. قصه ما به اونجا رسید که بهرام رفت به دیدن پادشاه مارها. خب قبلا که گوش دادی قصه چرا به اینجا رسید، پس باقیشو داریم میگیم. آفرین، برین قبلشو گوش کنین اگه ندیدین، الان ادامشه. بهرام جلوی پادشاه مارها بود و وقتی که پادشاه مارها شنید که پسرش رو نجات داده، گفت هر چی میخوای از گنج و جواهر بگو. بهرام به توصیه شاهزاده مارها گفت انگشتر میخوام، اما نه هر انگشتری، انگشتر حضرت سلیمان رو میخوام. پادشاه مارها خیلی فکر کرد. شاهزاده مارها بهش گفت بابا انگشتر رو بده، این بهرام ثابت شده است، این انگشتر باید تو انگشت این پسر باشه. باباش یکم فکر کرد، راضی شد. بعد چنبرش رو باز کرد. مار وقتی گرد میشه میگن چنبره زد. چنبرش رو باز کرد. وقتی باز شد زیرش یه انگشتر بزرگ بود. پادشاه مارها با دمش انگشتر رو برداشت، برد جلو و به بهرام داد. بهرام انگشتر رو گرفت، دستش کرد، تشکر کرد و از غار اومد بیرون. شاهزاده مارها گفت من باهات میام، همراهیت میکنم تا نزدیک شهر، بیا بریم. اونا رفتن تا رسیدن به دروازه شهر. دیگه داشت شب میشد و نزدیک بود ببندن دروازه رو. یادتون باشه گفتم این، اما تو قسمت قبل توضیح دروازه رو دادم. بهرام از شاهزاده مارها تشکر کرد، داشت میرفت که دید شاهزاده مارها نشسته داره نگاش میکنه. برگشت گفت خدا نگهدار، من دارم میرم. شاهزاده کجا میری؟ تو اصلا پرسیدی انگشتر چی هست و چه میکنه و بعد باش چی کار کنی؟ گفت نه والا، تو گفتی بگیر، منم گرفتم، فکر کردم میرم میفروشمش. گفت نه بابا، نباید بفروشیش. گفت بعد چی کار کنم؟ گفت این انگشتر از هر جواهری با ارزش تره، تو اینو به دست چپت میکنی و با دست راست هر موقع روش بکشی غول این انگشتر میاد بیرون و هر آنچه بخوای برات برآورده میکنه. بهرام قصه ما اینو که شنید هم تعجب کرد هم باور نکرد. از شاهزاده مارها خداحافظی کرد، رفت سمت خونشون. مامانش حسابی دلواپس بود. بهرامو دید، بغلش کرد، دستی سرش کشید، فداش رفت. گفت پسرم چی شد؟ چه خبر؟ گفت مادر راستشو بخوای رفتم 100 درهمتم دادم و یه مار آزاد کردم. مادرش گفت فدای یه تار موی، هیچ قربونت برم قصه نخور، هم میگه حیوان نجات دادی قبوله، از مال دنیای سماور رو داریم میفروشیم کاسبی میکنیم. گفت نه مادر، سماور چیه؟ اینو ببین. مادرش یه دفعه انگشتر رو تو دستش دید، یه انگشتر بزرگ با جواهر درشت. گفت این چیه؟ گفت این انگشتر حضرت سلیمانه، از شاهزاده مارها گرفتم. گفت نه بابا، اینا همه افسانه است. گفت چرا الان امتحان میکنیم؟ بهرام دست کشید روی جواهر انگشتر و به حکم افسانه ها و قصه ها غول انگشتر ازش اومد بیرون. دست به سینه ظاهر شد و گفت ارباب امر کنید هرچی میخواید. مامان
همراه بهرام افتادن تو اتاق، دیدن جلوشون یه غوله که میگه هر چی میخوایم بخوایم. بهرام که خیلی گشنه شد، مامانش هم همینطور، گفت ببین راستشو بخوای ما گشنمونه، اگه زحمتی نیست یه کاسه فرنی به ما بده. یه کاسه فرنی شیر برنج به ما بده. نگاه کنی آدم ساده، آدمی که درست زندگی کرده، خواستش هم همینه، قد دیگه سیر شه. غول چراغ، غول این انگشتر، نه چراغ جادو نه، غول انگشتر تا اینو شنید گفت ارباب همین؟ گفت بله راستش خیلی گشنمونه لطفا. و بلا فاصله 2 کاسه فرنی ظاهر شد. چه عطری، چه بوی، از طعمش نگم براتون. مامان و پسر خوردن و سیر شدن. وقتی سیر شدن یه بهرام گفت مامان حالا که من غول ظاهر کردم چرا فرنی خوردیم؟ خب مرغ بریونی، با غالاپلو با گوشتی، خورشت فسنجونی، شیرین پلو، مرصع پلویی، یه چیزی میخوردیم بعد این همه عمر فرنی خوردن و شیر و خرما خوردن. مامانش گفت پسرم مهم اینه که سیر شی، برکت و روزی رسید خوردی لذتشو بردی، ولش کن همین بس. گفت حالا من یکم هوس کردم بگم چیز دیگه بری. گفت ول کن، همینه که معدت سیر شد راحت بگیر بخواب. خوابیدن. اما بهرام قصه ما تا صبح فکر میکرد غول انگشتر رو ظاهر کنه و چه ها ازش بخواد. شاید اگه مامانش بود میگو همون تخم کرم ابریشم بخواه. اما بهرام خیلی فکر کرد، خیلی فکر کرد و وقتی صبح شد و مامانش بیدار شد گفت مامان من میخوام غول انگشتر رو ظاهر کنم و خواسته هامو ازش بخوام. گفت چی میخوای؟ گفت میخوام به جای خونمون یه قصر داشته باشیم، میخوام یه عالم نوکر و کلفت داشته باشیم، میخوام دیگه این همه بدبخت نباشیم، میخوام تو خونمون فرش ابریشم پهن باشه، پرده هامون حریر باشه، تخت باشه، توشک باشه، میخوام سفرم پر از مرغ بریون و بره باشه، میخوام زندگیمون دیگه این نباشه. مامانش گفت بهرام پسرم قربونت برم، حالا اگه اینا رو میخوای بخوا، من که مانع تو نمیشم، الا بهشون برسی، اما دست به این خونه نزن، این کلبه کوچولوی حقیر که من و بابات ساختیم بذار باشه، من همین خونه رو میخوام، من تو این خونه میمونم، تو کنار این خونه قصرت رو بساز، قبوله؟ بهرام گفت مامان نکن دیگه، بیا با هم بریم تو قصر. گفت ببین شلوغش نکن، تو قصر تو بساز، کلبه منم کنارش، من میام به سر میزنم، گهگاه با هم نهار میخوریم، شام میخوریم، شبم میام اینجا میخوابم، بذار سر جای خودم بخوابم، اینجا عادت دارم. بهرام حرف مامانش گوش داد، دست کشید روی جواهر عجیب انگشتر، غول انگشتر ظاهر شد، گفت ارباب امر کنید. بهرام قصه ما اون چه که دلش میخواست از غول انگشتر خواست و به یک چشم بر هم زدن به حکم افسانه ها و قصه ها اون قصر ظاهر شد. داخلش آینه کاری جواهر نشون، کفش تمام فرش ابریشم، پنجره ها بلند پر از شیشه های رنگی، پرده های حریر، میز بزرگ پر از روزی و برکت، میوه های رنگارنگ، مرغ و بره بریون و بوقلمون تنوری و چی براتون بگم دیگه، هرچی فکرشو بکنید روی میز بود. و تو طویلش هم پر از اسب بود. اصلا دیگه هرچی برای اون روزگار عالی بود، مثل الان اگه هرچی فکر میکنی عالیه، واسه بهرام هم ظاهر شد.
زندگی بهرام قصه کلا عوض شد. مامانش تو همون کلبه بود. بعضی روزا میومد تو این قصر به پسرش سر میزد، یه لقمه میخورد، میرفت خونه خودش استراحت میکرد، شب همونجا میخوابید و بهرام روزا سوار اسبش میشد، میرفت دشت شکار میکرد، برمیگشت، نوکراش دنبالش میدویدن، از این ور به اون ور، هی توی قصرش خوشگذرونی میکرد، چیزم میخواست این قول و ظاهر میکرد و هر چی میخواست ازش میخواست. مامانش یه روز گفت بهرام جان، حالا که دیگه همه چی داری، از این انگشتر استفاده نکن، بذارش کنار، دیگه سعی کن خودت هم یکم به این زندگی اضافه کنی، زحمت بکش، تو هم بهش اضافه کن. بهرام گفت مامان این که هست دیگه، دست میکشم میاد، هر چی میخوام میگم. گفت نه دیگه، یکم خودت هم زحمت بکش، نخوا که همه چی بهت برسه. بهرام حرف مامانو گوش داد. این بود که مدتی انگشتر از انگشتش در آورد، تو یک جعبه گذاشت و تو سقف اتاقش یک چوبو جابجا کرد، قرار داد و چوبو کشید گذاشت کن پشت باشه و کسی این انگشتر رو دیگه نبینه، خودش هم استفاده نکنه. آره بهتره. بهرام قصه ما زندگی خوبی داشت، اما توی زندگیش یه چیز کم داشت. اون چیه؟ آفرین، باریکلا، همسر، زن نداشت. این بود که یه روزگار وقتی با اسبش رفته بود شکار و تو دشت داشت میچرخید، از دور یه خونه دید، یه خونه بزرگ زیبای قشنگ وسط یه باغ. رفت سمت خونه، دید روی بالکن، روی تراس اون خونه یه دختر زیبا مثل قرص ماه، گیس بلند مشکیشو داره شونه میکنه، لب قنچه، ابرو کمون، لب گلی، چشا درشت و قشنگ، موی بلند و زیبا. بهرام قصه ما یه دل نه 100 دل عاشق این دختر شد. خلاصه جونم براتون بگه، عمو کوروش براتون بگه، بهرام قصه ما همراه مامانش رفتن خواستگاری. وقتی بابا و مامان دختر فهمیدن بهرام کیه و چه قصری داره و چه خون و زندگی داره، دخترشونو دادن بهش. اینجا بود که زندگی بهرام با زن زیبا و دوست داشتنیش تو این قصر جادویی شروع شد. اما بشنوین از اون سر دنیا. اون بر دنیا یک حاکمی بود، یک پادشاهی بود که عاشق این دختر بود و اومده بود خواستگاری و جواب بله نگرفته بود. ای داد بیداد. قصه بهرام و شاهزاده مارها رو اینجا تموم میکنم و ببینیم تو قسمت بعد اون حاکم چه میکنه، زندگی بهرام و همسرش به چه شکلی در میاد و عاقبتشون با اون انگشتر حضرت سلیمان چی میشه. میذارم برای قسمت بعد. قصه ما به سر نرسید، کلاغه به خونش نرسید. بالا رفتیم ماست بود، پایین اومدیم دوغ بود، قصه ما راست بود. تا قصه بعد، خدا نگهدارتون.